در شکل مقابل شخصی در حال هل دادن یک جسم نسبتاً بزرگ است. در مدل سازی آرمانی این پدیده از کدام نیرو میتوان صرف نظر کرد؟ خب بچه ها نیا کنید، نیروهایی که به هیچ عنوان صرف نظر نمیشه کرد، الان نیروی وزن که اصلا کلا توی حتی مثال کتاب درسی هم به هیچ عنوان شما قابلیت صرف نظر ازش رو ندارید. حالا ببینید، ما چون جسم رو به صورت یک نقطه در نظر میگیریم، یه نکته رو در نظر بگیرید که بچه ما نیروی اصطکاک وارد بر شخص اصلا باعث میشه که شخص بتونه حرکت کنه و نیروی اصطکاک وارد بر جسم هم باعث میشه که اون جسم به اون سرعتی که میخوایم حرکت نکنه. پس اینا هم نمیشه در نظر نگرفت. و این نیروی مقاومت هوا غالبا قابل چشم پوشی هستش، مخصوصا برای این جسم نیروی مقاومت هوا رو میشه نادیده گرفتش.